این یکی از به نظر من زیباترین کشف‌های تئوری اخلاقه. Fundamental Attribution Error، خطای بنیادین انتصاب. خطای بنیادین انتصاب چی میگه؟ من دیروز دارم با سرعت میرم و میبینم ورود ممنوع هست. اونجا ورود ممنوع، افسرم نیست، عجله دارم، باید به لایو اینستا برسم. میگم یه عده منتظرن، من 800 تا آدمو کاشتم و این آدما منتظرن، اخلاقی نیست من وقت اونا رو بگیرم. ماشینو میچرخونم، ورود ممنوع میرم. اگر اون لحظه از من بپرسن عجب آدم شرونی هستی، عجب موجود آنتی سوشیالی هستی، ضد اجتماعی هستی، خواهم گفت نخیر، شرایط محیطی به من دیکته کرد و من آدم شروری نیستم، من مجبورم این کارو بکنم. حالا کجای این رو میگن Fundamental Attribution Error، خطای بنیادین انتصاب. میگه ولی اگه کسی دیگه این کار رو بکنه شما شرارت رو به ذاتش نسبت. پس این یکی از زیباترین کشف‌های روانشناسی اجتماعی و شناختیه که چی میگه؟ میگه ما شرایط زمانی و مکانی رفتار غیر اخلاقی خود را میبینیم، اما شرایط مکانی و زمانی